خب جلسه قبل ما راجع به فرهنگ و تمدن در بین النهرین صحبت کردیم و سومر و بابل رو گفتیم. در این جلسه به یکی دو تا تمدن دیگه اشاره میکنیم و شاید انشالله قسمت اگر رسیدیم ایران رو همین امروز میگیم، ایران باستان رو، وگرنه چون ایران رو باید بیشتر بهش بپردازیم، کشور خودمون هست، اون رو بگذاریم برای جلسه آینده. در مورد بابل صحبت کردیم و گفتیم بابل هم مثل سومر یک فرهنگ و تمدن خدامحور داشت، دینی داشت و توضیحاتی دادیم. حالا راجع به تمدن آشور صحبت میکنیم که یکی از تمدن‌های بسیار مهم روزگار قدیم بود. البته انشالله خودتون اینا رو که من میگم علاقه‌مند میشید و مفصل میخونید. ما تمدن‌های مختلف داشتیم در همین ایران خودمون که حالا بعداً خواهم گفت. قبل از اینکه آریایی ها بیان تمدن‌های بسیار بزرگ و ریشه‌داری بوده و منتها حالا ما دیگه نمی‌دونیم چون بحثمون فرهنگ و تمدن اسلامی هست، اینا رو میگم که یه مقداری آشنایی پیدا کنید و علاقه‌مند بشید که خودتون انشالله مطالعه بکنید. در مورد آشور اسم خدای قوم بود، یعنی خدا اسمش آشور بود. خود قوم هم اسم خودشون گذاشته بودن آشور، یعنی ما منسوب به اون خدا هستیم، یعنی هویت خودشون رو در خدای خودشون میدیدن. در روایات دینی خودمون هم داریم که الناس عیال الله، آل الله هم داریم، عیال الله خانواده خدا هستن. منتها چون ادیان اینها تحت تاثیر شرک قرار گرفته بود، ضمن اینکه به خدای بزرگ آشور اعتقاد داشتن، به خدایان پایینتر هم که در واقع فرشتگان بودن، اون خدایانی که قدیم میگفتن در واقع فرشتگان مقرب بودن که اینا بهشون جایگاه خدایی داده بودن. مجسمه‌ای که آشوری ها از خدایان ساختن چشمهاشون رو خیلی بزرگ کشیدن، یعنی شاید 1/3 یا 1/4 صورت چشمه. اینا رو از این جهت اشاره میکنم که حساس بشید روی اینا. این یعنی چی؟ یعنی خداوند بصیره، همه رو میبینه، علم الهی بر همه جا تفوق داره، همه چیز زیر از دیده خداوند چیزی پنهان نیست. پادشاهان آشور هم هر حکمی که میدادن نمیگفتن من میگویم، میگفتن آشور میگوید. و خودشون هم لقبی که به خودشون میدادن آشور بودی، یعنی در واقع ما نماینده خدا هستیم و کوشش میکنیم اونچوری که خدا میخواد انجام بدیم. این قوم به دلیل اینکه در کوهستان‌های شمال عراق زندگی میکردن و از شرایط زندگیشون سخت بود و دائما هم مورد تاخت و تاز قبایل مختلف بودن، خیلی روحیه خشن و جنگاوری پیدا کردن. وقتی که به قدرت رسیدن این خشونت رو نسبت به دیگران اعمال میکردن. امپراتوری وسیع تشکیل دادن، بابل رو گرفتن، سوریه و ارشد روی چیز امروزی، نقشه امروزی
سوریه و اردن و لبنان و این قسمت ها رو گرفتن، حتی تا نزدیکای مصر رفتن. ایران رو هم در کتیبه‌هایی که نوشتن ظاهراً تا حدود سبزوار رو بالا آمدن، تا این قسمت ها رو ایران رو گرفته بودن. خوزستان و جنوب ایران هم در دست اینها بود و تمدن بزرگی داشتن. یکی از پادشاهان معروفشون به نام آشوربانیپال یک کتابخانه بسیار بزرگ تشکیل داد و تاریخ گذشته رو گفت بنویسن و از جمله تاریخ آشور رو، فتوحات خودشون رو، بسیاری از اطلاعات ما و یعنی دوران ما از جهان باستان از کتابخانه آشوربانیپاله که از زیر زمین کشف شد. این کتیبه های گلی بود که اینها رو کشف کردن و عرض شود که بسیاری از اطلاعات ما از اونجاست. اصلا تاریخ اومدن آریایی ها رو میگه که گروهی اومدن به این نامن، در اینجا ساکن شدن، چنینن چنانن. بسیار گنجینه مهمی بود. اینا رو حدود تقریبا بین 200 سال پیش تا 150 سال پیش. متاسفانه خود ما که اهل این چیزا نبودیم و کنجکاوی نداشتیم. البته اجداد ما 1000 سال پیش، یعنی ما مسلمون ها، کنجکاوی داشتن ولی خودمون نه و اینا رو همه رو اروپایی ها برای ما خوندن و خودمون تاریخمون در واقع به روایت اوناست. گفتم جلسه قبل براتون. این تمدن آشوری برقرار بود و نهایتاً دولت مقتدرشون به وسیله ایرانیان از بین رفت و آشوریا هم حزم شدن در امپراتوری ایران و دیگه ازشون هیچ اثری نیست جز یه قومی که تعداد خیلی کمی هم به نام آسوری ها یا آشوری ها که مسیحی شدن. بعضی هاشون تو عراق هن، همون سرزمین قدیمشون. بعضی ها این طرفترن که آسوری های کردستان و آذربایجان غربی ما هستن، در ارومیه. ارمنی شاید حالا پراکنده باشن اینها ولی بیشتر در اونجا هستن. حالا شما تو اردبیل هم آسوری سراغ داشتید؟ نه اردبیل بی نصیب مونده از آسوریا، ولی بیشتر در ارومیه و اینا هستن. خب عرض شود که یک تمدن دیگری که باید بهش اشاره کنیم تمدن مصر باستانه. مصر باستان اینم بگم آسوری ها هم از نژاد سامی بودن، یعنی ریشه در واقع هم نژاد با عربا و بابلی ها داشتن، ولی عرض کردم سومری ها نژادشون معلوم نیست چیه. مصری ها هم از نژاد عرب ها بودن، یعنی از نژاد سامی بودن و قبطی خونده می شدن. این قبطی های الان مصری میگن این ادامه اون احتمالاً ادامه مصریان باستانه. تمدن بسیار عظیمی بپا کردن که دیگه خودتون لابد اطلاع داره. این اهرام مصر در واقع یادگار اوناست. ما از 6000 سال پیش از اونجا آثار تمدنی بزرگ داریم. فرهنگ مصری هم باز فرهنگ دینی و خدامحور بود. چیزی که در فرهنگ مصری خیلی غلبه داشت آخرت گرایی بود. تمام هم و غم یک مصری این بود که بعد از مرگ که عمر ابدی خواهد داشت سعادتمند باشه. این اهرام مصر که میبینید ساختن این مقبره فرعون هاست.
و بیرونش این شکله، داخلش رو که باز کردن بسیار مجلله، تمام دیوارها طلاکوبی شده و مجلل. تصورشون بود که بعد از مرگ زنده میشن و برای اینها امکاناتی رو فراهم میکردن که هر فرعونی یا هر کدوم از اشراف قبل از اینکه بمیره مدتها قبل از مردنش سعی میکرد که یک مقبره مجللی برای خودش بسازه و مومیایی کنن در اونجا بگذارن که این در اون عالم روح شاد باشه و زندگی سعادتمندی داشته باشه. منتها همونطور که دینشون به هر حال انحراف پیدا کرده بود، آخرت گراییشون هم تصور این بود که در اون دنیا هم باید خوشگذرانی های همینجا رو داشته باشیم و لذا گاهی اوقات با خودشون غلام و کنیز و اینها هم دفن میکردن و گاهی اوقات هم نه، تصاویری میکشیدن که میگفتن اینا در اون دنیا روح پیدا میکنه و به اینا خدمت میکنه، که عکساش رو میتونن از کتابای تاریخ هنر، تاریخ‌های جهان باستان، اگه کتابخونه‌تون حتما داره، تصاویرش رو ببینید. این که میگن فرعون ادعای خدایی میکرد، نمیگفت من خدای آفریننده آسمان و زمینم. در قرآن اشاره میکنه، میفرماد که چی؟ انا ربکم الاعلی، من رب بزرگ شما هستم، یعنی واسطه فیض خدا هستم. خدای بزرگ مصر به نام چی بود؟ خدای بزرگ به نام یک رع بود، خدای رع با عین. یه خدای دیگر هم داشتن به نام آمون که بعداً اون خدای بزرگ شد. و میدونید مصری‌ها دو قسمت بودن، مصر علیا یعنی بالای شمالی و مصر سفلا جنوبی. بعد این خدایان هر کدومش مال یکی بود، بعد با هم متحد شدن شد آمون رع، یک خدای واحدی به نام آمون رع. فرعون چرا میگفت من از طرف خدا هستم، من رب هستم؟ شما میتونید پاسخ بدید؟ چرا فرعون ادعای ربوبیت میکرد؟ خب اینو هر پادشاهی دیگه هم میتونست بگه، چرا فرعون این ادعا رو میکرد؟ اعمال قدرتش به مردم، چون که مردم فرهنگشون خدایی بود دیگه. بله چون مردم همه فقط حکم خدا رو اطاعت میکردن، اون باید خودشو منسوب به خدا میکرد تا حکمش چی بشه؟ مطاع باشه. یعنی اگر نمیگفت من از طرف خدا نیابت دارم، خب کسی ازش پذیر. مردم انقدر اعتقاد دینیشون قوی بود که فقط تابع حکم خدا بودن. مثل همه آشوری ها دیگه، اونگه آشور میگوید، اگه بگه من میگم خب تو کی هستی، اما آشور میگوید پس میپذیر. این فرهنگ دنیای قدیم بود. مردم روی اثر دینی قدیم فقط خودشون رو تابع حکم الهی میدونستن، نه غیر خدا. حالا خدا منحرف شده بود از نظر اعتقادات مردم به این صورت عیاشه، ولی ایمان مردم اینو میگفت. در چین باستان هم همونجور بود. یعنی آخرین و کشفیاتی که شده و دین چینیان قدیم رو جستجو کردن، دینشون تائوئیسم بود. تائوئیسم، دین تائو با همزه. بله میرن میبینن، بله داخلش هم میرن. اهرام مصر رو مردم رد میشدن میدیدن. فرانسوی ها زمان ناپلئون که اومدن
جلب توجهشون شد، چون ناپلئون با خودش یه عده باستانشناس و دانشمندم در جنگ ها می برد. بعد خیلی کنجکاو شد که این چی ممکنه باشه. در بعضی جاها یک خطوطی رو پیدا کردن که فکر میکردن مثلا قدیمی ها فکر میکردن نقاشیه، چون خطش خط هیروگلیف بود، خط تصویری بود. یک شخصی به نام شامپولیون فرانسوی بود، گفت این یک خط باید باشه، این یک خطه که خط قدیمی باید باشه، نقاشی نیست. ولی رمزش چیه؟ از اونجا که خداوند واقعا اعجازش رو نشون میده، حالا درست بعد از 5-6 هزار سال که مردم همه رفتن می آمدن، همون زمان که اینا اونجا بودن در یکی از بیابانهای اطراف یک سنگ دوکی شکل صورتی رنگی پیدا شد که اصلا رمز اینو رو نوشته بودن. حالا این میتونست قرنها و هزاران سال پیش به واسه کسی پیدا بشه، مثلا برداره به عنوان قشنگی ببره جایی، اصلا میتونست بره زیر خاک، مثلا که صحراست، طوفان شنه، خب اصلا بره کسی پیداش نکنه. ولی همون زمانی که اینا کنجکاو شدن، مثل که خداوند همون زمان اراده فرمود که این در دست بشر قرار بگیره و خیلی راحت رمزش رو در آوردن و خوندن. بعد در اونجا نوشته شده بود که این اهرام مقبره است، در داخلش فرعون ها خاکن، که بعد موندن حالا چجوری برن. البته هرم های کوچکتری بود، اونا رو پیدا کردن و مقدار زیادی دیگه اروپایی ها ریختن در مصر، چون مصر 5-6 هزار سال تمدن داشت. هر جای مصر رو میکندن یک گنجی پیدا میکردن، بسیاریش به یغما رفت، مثل مال خودمون. دیروز میخوندم که در سال 68 خودمون یک شکارچی کردستانی یک غاری رو پیدا کرده بود، پر بود از عرض شود که آثار سلطنتی، مثل که گنجینه بوده. خلاصه خودش و فامیل و بعدا دیگران و اینها سال 65 پیدا کرده بود، 68 تازه دولت پی بود. تمام اینا رو بردن بیرون، یا ذوب کردن یا حتی بعضیش گفتم نصف کردیم که نصفش مثلا مال این نصفش بود و به صورت مختلف، و همه رو فروختن به قاچاقچی‌ها و آخر سر دولت رسید و یه عده‌شون گرفته که 2 سال زندان داد، که 3 سال و چیزایی باقی مونده رو پیدا کرد. و متاسفانه هنوز که هنوزه ما پلیسی به نام گارد میراث فرهنگی نداریم که حفاظت بکنه. جیرفت رو بعد از که میگن قبل از سومریا قومی اینجا بودن، بعد از اینکه مدت‌ها غارت کردن تازه کشف کردن، هنوزم محافظ به اون صورت اونجا نیست. به هر حال در مصر هم همینجور شد، هر جای مصر رو میکندن یه چیزی پیدا میشه. به هر حال یه قسمت فرعون اصلی رو پیدا کردن که زمان حضرت موسی بود، به نام رامسس دوم، که جسدش رو بردن در موزه لوور. من رفتم ببینم، متاسفانه اون موقع اون بخش رو داشتن تعمیر میکردن، نشد و این جسدش هست. نوشتم که همونه و عجیب این آیه قرآنه که میفرماید که ما امروز تو رو وقتی که غرقت میکنیم نجاتت میدیم، یعنی جسدت رو نجات میدیم تا بماند عبرت برای آیندگان. این عجیبه که رامسس مونده. و به هر حال بعدها تونل هایی زدن، منتها این هرم ها طوری کنده شده بود که یه تونلی باز میشد و یه دفعه مسدود میشد، یعنی میخورد به بنبستی. اهرام هم میدونید که ساخت و ساز نیست، سنگ هایی با قطعات بزرگتر از این اتاق یک تیکه اینا تراشیدن. به قدری هندسه‌شون پیشرفته بوده، به قدری ریاضیاتشون پیشرفته بوده، جدول لگاریتم پیدا کردن اونجا.
جدولی داشتن که کعب اعداد رو میداده بلافاصله. یعنی شما هر عدد رو میگفتید نه جذرش رو، کعبش رو میداده. اون وقت اینجا رو طوری طراحی کردن که نوشتن که چند میلیون قطعه سنگ بزرگ چیدن رو هم تا شده. این هرم ها خیلی بزرگه و تا بیش از 140 متر اینها ارتفاع دارن. بعد این سنگ ها رو طوری تراشیدن و صیقل دادن که ملات نداره، طوری بر هم منطبق شده که داخل هرم هوا نیست و لذا یک اصلا گندم و غذاهایی که گذاشتن اونجا کپک نزده. ببینید چقدر همین الان ما درای ماشینامون رو 4 دفعه هم رگلاژ میکنیم درست چفت نمیشه، تا سنگ رو چطور روی هم قدر. بعدم به قدری دقیق اینا مدت‌ها میگشتن ببینن این سنگ خوب کجا بوده این سنگا، چون اون دور بر بیابان کوهی نیست که سنگ داشته باشه. هرچی گشتن اون اطراف ببینن یه خورده سنگی پیدا میکنن که اینا رو تراشیده باشن، پیدا نکردن. بعد گفتن لابد موجوداتی از آسمان اومده اینا رو تراشیده و اینها. تا بعد فهمیدن بله در اون انتهای مصر جنوبی که به سودان نزدیک میشه اونجا کوهی هست که این سنگا رو داره. بعد گفتن خب این سنگا رو چجور آوردن اینجا و چجور اینا رو تراش دادن. متوجه شدن به قدر ریاضیات اینا دقیق بوده و مهندسیشون دقیق بوده که دونه دونه سنگ ها رو شماره گذاری کردن، زاویه بندی کردن، چون میدونی که هرم به صورت مثلثه که اینها طوری چیده بشه رو هم که هیچ کدوم بیرون نزنه و حکی به طور کامل این بسته بشه و هیچ منفذی نداشته باشه. یعنی انگار این هرم رو یک تیکه از سنگ تراشیدن. داخلش هم باز، یعنی اونا همه هم اونجا گفتن که مثلا این سنگ رو یک قسمتشو مثلا به این مستقیم میتراشید، یک قسمتشو مثلا منحنی میتراشید که بشه اینا رو وقتی رو هم گذاشت فضا باز بشه. بعد برای اینکه دزدان در آینده نتونن به اینجا راه پیدا کنن، هر دالانی که باز میشده یعنی اول اون وسط رو ساختن که اون مقبره درست شده و فرعون رو گذاشتن. بعد اینا رو چیدن اومدن بالا، راهروها رو هر جا که رفته یه سنگ عظیم یا چند تا تخت سنگ اینا قرار دادن که راه مسدود شده. لذا خیلی که در صدد کشف اینجا بودن دیوانه شدن و میگفتن که یک دعایی هم یعنی نفرینی هم اونجا نوشته بود که هر کسی میخواد سراغ اینجا بیاد دیوانه بشه، که واقعا هم اروپایی‌ها چند تاشون دیوانه شدن از حساب دانشمندان. تا آخر سر این اواخر دیگه با چیزای لیزری و اینا تونستن این دانول‌ها رو پیدا کنن که چجور میپیچه تا میرسه به بالا و قسمت‌های مختلف. و این تمدن عظیم به هر حال اثر داد. بفرمایید. همین چیزی که الان در بشر بهش رسیده قبلا هم رسیده، ولی خب دیگه ناموجود میرسن بعد ناموجود. بله این یک چند تا فرضیه است که چون در آمریکا کوشش کردن یک هرم کوچکی خیلی کوچک بسازن به همین شیوه با سنگ و با امکانات امروزی، هر کار کردن نشد. یعنی اصلا نتونستن بسازن با امکانات امروزی. چند فرضیه مطرح شد. یکی این که همین که ایشون گفتن شاید بشر یک تکنولوژی خیلی پیشرفته تر از امروز هم داشته که خب بعدها از بین رفته و با اون تکنولوژی ساخته. یکی این که گفتن نه، شاید موجودات اون زمان از کرات آسمانی می آمدن و اینا پیشرفته تر از ما بودن و سنگایی هم پیدا شده از مکزیک و جاهای مختلفی که یه سنگ ها مال چندین هزار سال پیشه، حتی به صورت یک سفینه نشون میده کسی کلاه مثل همین کلاهای فضانوردی سرشه، کنار یک مثل خلبانی که پشت هواپیما میشینه یا کسانی که سفینه رو هدایت میکنن نشسته، مقدار زیادی
عرض شود که از این دکمه های مختلفی قرار داره که اینها رو در واقع داره با دست جابجا میکنه و گفتم این چیه مثلا این به این صورت. بعضی ها معتقدن که نه، اینا چون به مصری ها علوم غریبه رو زیاد داشتن، سحر و جادویی که حضرت موسی با ساحران بود، اینا احتمالا تسخیر جن میکردن و اینها رو اونها میساختن. در قرآن هم اشاره کردم اون جلسه قبل که راجع به معبد حضرت سلیمان میفرماید که جنها میساختن، کمک میکردن. مصری هم که دیگه مرکز این حرفا بودن و ساحران مصری در دنیای اون روز شهرت زیاد داشتن. بفرمایید. معبد حضرت سلیمان معلوم نیست که کجا بوده، ممکنه در همینجا بوده باشه، ممکنه، چون راجع به یهودی ها بعضی میگن اصلا یهودی ها اینجا نبودن، در عربستان بودن. و اینکه میفرماد از دریا رد شدن آمدن، یعنی از همین دریای سرخ رد شدن اومدن این طرف عربستان بودن و این یهودیان عرب مهاجرت نکردن، باقی مونده یهودی های اصلی بودن، این طرفی ها آمدن رو به بالا. حالا فرضیات اینجوری هم هست، یعنی فلسطین محل اینا نبوده. حالا یک بحثایی دارن. یک آمریکایی اخیراً استاد بزرگی بود به نام، اگه اشتباه نکنم مورگان اسمش بود، گفت من چیزهایی رو راجع به تاریخ یهود کشف کردم که اگه بگم تمام فرضیات عوض میشه و تلویحاً گفت جانم هم به خطر میفته، که خب مطرح نشد، ولی زمزمش هست که اصلا این نیست که میگم ما اینجا بودیم، اینجا نبودن. احتمالاً در عربستان قسمت جنوبیش سمت یمن اونجا بودن، چون اون اصحاب اخدود که در قرآن آمده که اینها عرض شود که بعضی میگن اصحاب اخدود یک گروه یمنی بودن، یعنی یک عده بود، ببخشید یه عده یهودی بودن که در سمت یمن بودن و وقتی حضرت مسیح ظهور کرده بود و عده مسیح شده بودن، اینها مسیحا رو قتل عام میکردن. بعد در سوره مبارکه بروج هست که البته تاریخ هم اینها رو مشابهش رو گواهی کرده، میگه یک خندقی پر از آتش کردن، مسیحا رو نشوندن کنار اینجا به صورت دست جمعی و بهشون میگفتن آیا از مسیح و خداوندی که شما مسیح معرفی میکنه بر میگردید یا نه؟ اینا قبول نمیکردن و یکی یکی رو مینداختن در آتش، به نفر بعدی میگفتن و نفر بعدی هم دوباره سر ایمانش میموند و میانداختن در آتش. لذا سوره مبارکه بود. حالا بعضی هم میگن اونایی که اینا رو میکشتن اسمشون اصحاب اخدود بوده، بعضی هم میگن نه، خود این لقبیه که خداوند به خود این شهدا داده. لذا اون آیه سوره مبارکه بروج خیلی تکان دهنده است که می‌فرماید که قتل اصحاب الاخدود، کشته شدند اصحاب اخدود، النار ذات الوقود، هنگامی که یعنی در کنار در آتشی که زبانه های سرکش داشت، اذ هم علیها قعود، در حالتی که نشونده بودن اینا رو کنار اون خندق آتش. و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، و انتقام نگرفتن از اینها مگر اینکه به این جرم که اینها ایمان دارن به خداوند عزتمند بسیار ستوده. حالا آیه بعدشه یا قبلشه که فهمید که و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، اینها در آن چه کردن در این پایمردیشون بر تمام مؤمنان نمونه و گواهن، اینجوری پای ایمان نیستن. حالا اونایی که میگن اصحاب اخدود خود قاتلان بودن، اسم اونا بوده، قتل اصحاب الاخدود رو
اینجوری معنی میکنن که مرگ بر اصحاب اخدود، ولی با بقیه آیه جور در نمیاد که اینا بر مؤمنین شاهدن، خیلی چیز در نمیاد. خب به هر حال مصر پزشکی پیشرفته‌ای هم داشت و مثل که براتون گفتم طب هپاتیک رو براتون گفتم، بله، که خیلی هم میگن مال مصر بوده، بعضی هم میگن مال بابل بوده، میگن مصر بوده، بابلی از مصری‌ها گرفتن و الواحی که پیدا شده حاکی از علوم پیشرفته در مصر است. داروشناسیشون و پزشکیشون هم خیلی مشهور بوده. منم تقریبا همین نظر آخر رو میپذیرم. اینا با علوم غریبه این کارا رو میکردن، چون این که اشاره کردن تکنولوژی، خب تابلوهای اون زمان، میگم تابلو، نقوشی زیاد، نقاشی زیادی از مصری ها هست که اینا به دلیل گرمای اون موقع لباس چندانی هم نداشتند، کشاورزیشون هم با گاواهن و اینا بوده. اگه تکنولوژی قد پیشرفته بود که فقط در ساخت و ساز نبود که باید کشاورزیشون هم پیشرفت. خیلی یکی داره بیل میزنه، یکی گاواهن داره، یکی داره با دست شود که داست گرفته داره درو میکنه و این بر نمیاد که تکنولوژی پیشرفته بوده. علم پیشرفته بوده، ولی به نظر من خودم همون نظر که از علوم غریب استفاده کردن رو بیشتر نزدیک به حقیقت میدونم. به هر حال مصری ها بعدها یه قومی اومدن اونجا به نام هیکسوس ها که بر مصر مسلط شدن. چندین قرن مصر تابع اون بود، بعد اونا رفتن دوباره مصری ها حاکم شدن. بعد اولین جایی که مصری ها رو فتح کردن و تابع خودشون کردن ایرانی ها بودن. ایرانی ها مصر رو گرفتن زمان هخامنشیان و کمبوجیه و داریوش و بود تا دست ایرانی ها بود، تا اسکندر آمد از ایرانی ها گرفت. دیگه مدت ها دست یونانی ها بود تا اینکه رومی ها اومدن از یونانی ها گرفتن و دیگه اون مصر باستان از بین رفت. یعنی چراغ مصر باستان عملاً کور شد، اون تمدن و فرهنگی که داشت. البته در این چندین هزار سال خیلی تحولات مختلف داشتی که اینا رو باید بخونید، ولی اون چه در مصر باستان ظرف فرهنگیشون بود و شاخصه تمدنیشون بود، همون دین مداری بود که باقی موند و به همین دلیل راحت هم مسیحی شدن و بعد راحت هم مسلمون شدن. من چینو داشتم میگفتم، یکی کسی سوال کرد دوباره رفتیم تو مصر. اینا عرض شود که تا لاوتسو یا لاوتسه این پیامبر، یکی از قدیمی ترین پیامبرانی است که در تاریخ آمده، در چین بوده. کتابی داره به نام تاو ته جینگ یا داو ده جینگ، تاو ته جینگ یا داو ده جینگ. این کتاب بخشش که باقی مونده، من خودم وقتی مطالعه کردم دیدم چقدر آیاتش به آیات قرآن نزدیکه. انشاءالله فرصتی بکنم، من یک تحقیقی دارم در تطبیق آیاتی که داره با آنچه در قرآن اومده به صورت خیلی عینی، یعنی انگار، چون خداوند به هر حال به همه انبیا که ضد و نقیض که وحی نمی‌کرده، درست کامل بودن، ولی به هر حال خود پیغمبرم فرمود در قرآن هم که بارها آمده این کتاب تصدیق کتب پیشینه، مصدق کتب، یعنی اومده اون چیزی که دیگر رو تصدیق کنه نه تکذیب بکنه. بنابراین این قدیمی ترین آیین چینی بوده. اونم محوریتش رو بر اساس خدا و عالم غیب قرار داده. کنفوسیوس که آمد، کنفوسیوس پیغمبر نبود، بیشتر مصلح بود.
یعنی اومد یک دستورالعمل‌های اخلاقی آورد و لذا با تئوئیسم در واقع درگیر نبود و تئوئیسم و آیین کنفوسیوس یعنی شد در واقع یه نوع آیینی، یه نوع در واقع میشه گفت که اصلاحگر تئوئیسم بود و فرهنگ چینی هم همون بود. هندی هم همینجور بودن. درباره هند اینو بهتون بگم که هندی ها معتقد بودن جامعه مثل یک بدن انسانه. اون دست و پای جامعه سپاهیانن که دفاع میکنن از جامعه. معده و دستگاه گوارش جامعه، به اصطلاح شکم جامعه که تأمین میکنه غذا و مادیات رو، کشاورزان و کارگرانن و در کل تجارن، یعنی اونها که دنبال ثروتن، به هر حال افزایش ثروتن، حالا چه با کشت و کار، چه با تولید، چه با خرید و فروش. سر جامعه که مغز هست و قوه مفکره جامعه است برهمن ها هستن، علمای دینی. حالا اداره جامعه رو به کی بدیم؟ اگر به سربازها، یعنی به ارتش و سپاهیان بدیم، خب اینا چون جنگاورن دائما در فکر کشورگشایی و حمله و کشت و کشتار و قهرمان بازی هستن و جامعه رو به فنا میکشونن. اگر که به دست طبقه دیگر بدیم که ثروت بر جامعه میافزایند، اینا بیشتر به فکر ثروت‌اندوزی و رفاه و اینها خواهند بود. جامعه تنبل و کرخت و مصرفی درست میکنن که با یک حمله خارجی یا با فساد داخلی از بین میره. بهتر جامعه رو بدیم به دست برهمنها. برهمنها کسانی بودن که ریاضت میکشیدن، سیر و سلوک داشتن، غذا کم میخوردن، ازدواج نمیکردن، چیزی شبیه راهبان مسیح. میگن اینا چون از دنیا به دورن، اهل خشونت نیستن، اهل ثروت هم نیستن، یعنی نه قدرت میخوان نه ثروت، اینا فقط عاشق معرفت و دانشن و فکر میکنن و به دنبال سعادت هستن. اینا میتونن سعادت جامعه رو تامین کنن. نظام هندی بر این اساس استوار شده بود. خب نکته قابل توجه این است که میایم سراغ، حالا از اینا صرف نظر کنیم، سراغ ایران خودمون. در ایران باستان قبل از اینکه اجداد ما بیان، اگر ما آریایی باشیم، چون انقدر اقوام آمدن در ایران رفتن که معلوم نیست که هر کدام ما از چه نژادی هستیم، چون انواع قیافات تو ایران دیده میشه. حالا در خارج بعضی از قومیت‌ها رو آدم از قیافه میشناسه، ولی در ایرانی رو ما فراوان شده کسی رو بیرون دیدیم خارج از ایران گفتیم شما هندی هستید، نه ایرانی هستیم. مثلا حتی چینی هستید، گفته نه ما مال خراسانم، مثلا جنوب، چون یه قیافه‌شون اونطوری. ما همه جور قیافه‌ای داریم، حتی قیافه‌های شبه اروپایی داریم و این ناشی از اینه که ما چون چهارراه رفت آمد شمال و جنوب و شرق و غرب بودیم، نژادها خیلی آمیخته شده در هم و دیگه اینکه ما آریایی بودیم و این حرفا یه مقداری از هر نظر قابل قبول باشه به لحاظ علمی اصلا بی‌معنیه، به لحاظ واقعی. حالا فرض کنید که اکثریتمون این باشه. قبل از اینکه آریایی حدود 3000 سال پیش آمدن ایران،
وقتی آریایی آمدن ایران، براتون مثل که اون جلسه اشاره کردم، وقتی آریایی آمدن ایران در سمت خوزستان ما و کردستان ما تا استان فارس قومی بودن به نام ایلامی ها که همین اسم کلمه ایلام هم از اونا باقی مونده. حتی برای که این ایلام با اون ایلام اشتباه نشه معمولا ایلامی قدیم رو با عین می نویسن، ایلامی ها. اون 3000 سال پیش که اجداد ما آمدن اینجا، ایلامی ها 3000 سال از تمدنشون میگذشت. این مثل اینه که قومی الان بیاد ایران که ما 3000 سال میگیم تمدن داریم. نه خیر، متاسفانه نژادشون معلوم نیست چی بوده. سفید بودن ولی نه آریایی بودن، نه سامی بودن، نه از نژاد اروپایی بودن، مشخص نیست چیه. خب طبعا از یه جایی اومدن، یا از زمین که سبز نشدن، این به احتمال از یه جایی اومدن و از کجا اومدن معلوم نیست. خب این ایلامی ها هم پیشرفته بودن، یک خط و زبان مخصوص داشتن، فرهنگ بسیار پیشرفته، هنر پیشرفته، ادبیات پیشرفته و خوشبختانه به دلیل اینکه در دوره هخامنشی اینا تابع ایران شدن، البته از دوره مادها تابع شدن ولی تابع هخامنشی دیگه باقی موندن، یونانی ها هم در بین هخامنشی ها زیاد فعالیت داشتن. کتیبه ایلامی رو پیدا کردن که ترجمه یونانی داشت، یعنی بالاش ایلامی بود پایینش یونانی. از روی ترجمه، چون خط یونانی کتاب زیاد ازش مونده از یونان باستان، تونستن خط ایلامی رو بخونن و اسرار عجیبی از تمدن اینا کشف شد. یه قوم دیگری در ایران بودن به نام کاشیت ها یا کاسیت ها یا کاسی ها، هر جورش می نویسن، یا کاشی ها یا کاسپین ها. بله، اینها از خراسان بودن تا لرستان و همسایه با ایلامی ها می شدن. شهر کاشان یکی از چیزهای اماکن ایناست که کاشی هم میگن، اشاره به اوناست. اینا چند هزار سال قبل از آریایی بودن. کاشمر باز از ایناست. کاسپین که بعداً عربا تلفظ کردن قزوین، این هم از ایناست. اینها یه قوم بزرگ، اینا کنار دریای خزر هم به اسم اینا میگفتن دریای کاسپین، که عربا میگن که بحر قزوین. شما تمام نقشه، نه عربها، هر جایی که به عربی بخوام، مثلا رادیو لندن به عربی یا مثلا هر جایی به عربی صحبت میکنه، به دریای خزر میگن بحر قزوین، چون عربها همه میگن بحر قزوین. تمام دنیا میگه چی؟ کاسپین سی، یعنی دریای قزوین. خود ما میگیم بحر خزر، که اصلا بی‌معنیه. یعنی همه دنیا میگه مال ایرانه، ما میگیم نه خیر خزر. حالا خزر کی بوده؟ یه قوم یهودیه غارتگری که دائما به ایران حمله میکردن. ما حالا سر اسم خلیج فارس دعوا داریم که چرا عبدالناصر این حماقت رو کرد که با اسم جعلی خلیج عربی عربهای جاهل رو وادار به تعصبات قومی کرد و اسمش که از قدیم بوده به نام دریای پارس یا خلیج فارس. چرا اون نیست؟ وقت اونی که همه دنیا میگه مال شماست، حتی اسرائیل میگه کاسپین سی، دریای قزوین. رادیو اسرائیل به عربی یا تلویزیونش میگه بحر قزوین، ما میگیم نه خیر خزرها. من یه سخنرانی داشتم در سفارت، بله
خب به میل ما نیست که بگیم مازندران یا گیلان و اینا، به هر حال اسم تاریخی داره دیگه. حالا البته من حالا بهتون همین می‌خواستم بگم، یک سخنرانی داشتم در سفارت ازبکستان، سالروز چیز ملیشون بود، به یه مناسبتی اشاره کردم به کلمه کاش یا کش، چون یه شهری هم اونجا هست به نام کش، شهرهای زیادی هست حتی کشمیر. من احتمال قوی دارم که کشمیر و یا شهرهایی که به نام کش هست اینا قومشون احتمالاً گسترده بودن. حتی من تصورم میگه قزاقستان و قرقیزستان اینا هم، چون ما اینجوری تلفظ میکنیم، خود اونا میگن کساقستان، این همون کش، شین و سین به هم تبدیل میشه. ما الان در ایران هم شمیران داریم هم سمیران، هم سمیروم داریم هم شمیروم. یک کتابی هست که چاپ کردن وزارت کشور، اسامی تمام روستاها و شهرها هست. کاسان داریم، کاشان داریم، کاسان هم داریم و تو روستاست. این سین و شین خیلی قابل تبدیلن به هم دیگه. بعد اینو من گفتم احتمالا از اونجا بوده. بعد پیشنهاد کردم که بیاد این همه دنیا میگن دریای قزوین، ما چرا میگیم دریای خزر، که این قوم یهودی بسیار غارتگر و خونریزی بودن که قبل از اسلام به ما حمله زیادی میکردن، بعد از اسلام هم حمله میکردن که هارون الرشید برای دفع اینها از بغداد خودش بلند شد اومد، یعنی هرچی نیرو میفرستاد چون اینا حمله میکردن و فرار میکردن، بیابانگرد بودن. خودش آمد که در همین محل مشهد فعلی مریض شد و فوت کرد و میدونید که اینجا که حضرت رضا خاک هست کنارش هارون الرشید خاک، یعنی مأمون به عنوان احترام امام رضا رو آورد کنار پدر خودش خاک کرد. لذا بعضیا که اونجا حالا سابقا دیگه خیلی مرسوم نیست ولی قدیم که راه باز بود دور میزدن طواف میکردن، وقتی گیر میکردن میگفتن وقتی صلوات برای امام رضا بفرستن میگفتن بر هارون و مأمون لعنت، اجرایی چون قلبش اونجاست به اون دلیل میگفتن. حتی اونا رفتن آخر سر روسا اینا رو از بین بردن، روسان باستان جمعیتشون زیاد شد، اونا دیدن مزاحم اونا هم بودن، اونا از بین بردن و بعدم اسیرشون کردن، حذف شدن تو جامعه روسیه. این یهودیان روسیه دنباله اون خزرها هستن که یه ده از اونا آمدن در اسرائیل مقیم شدن و یهودیان اروپایی که بعدم رفتن به بقیه اروپا، اینا آمدن اسرائیل رو تشکیل، یعنی جنایاتشون هنوزم ادامه داره. یه قومه و ما میگیم دریای خزر. من این رو به صورت اون صحبتم روی اصرار کردن که کاش مینوشتی چاپ میکردی، نوشتم. اون موقع دادم به روزنامه ایران، طبعا 7-8 سال پیش بود، یه 25-6 روزی که چاپش نکردن و گفتیم برای چی؟ گفتم بالایی ها میگن حالا دست نگه داریم. گفتیم بالاییاتون کی هستن اصلا؟ بعد خلاصه تیم 4-5 تا برای بچه نشستن بالا تصمیم میگیرن. گفتم خیلی بالا هستن، خودشون اظهار فضل فرام استفاده کنیم. خلاصه بعد چاپ کردن. من به استاندار قزوین آقای نصری بود زنگ زدم که بچه مقاله چاپ شده، کاش که بیایم یه اصلاحی بکنیم. گفتش که والا ما میترسیم اگه ما بخوایم بعد مازندران هم مدعی بشه، گیلان هم مدعی بشه، ترکمنان مدعی بشه، اختلاف بشه. بودیم آقا این صورت مدعی شدنی دنیا داره اینو میگه، اصلا دیگه اسم دیگه ای نداریم به جز ما، همه دنیا میگه قزوین. حالا ما بگیم مثلا مازندران ناراحت میشن یا گیلانیان میشن، صورت دنیا، صورت ما نیست. از قدیم هم میگفتن نه چیز جدید باشه. گفت پس شما برو پیگیری کن. گفتم مرد مومن تو استاندار قزوینی، من برم پیگیری کنم. حالا ما یه چیزی مطرح کردیم دیگه، خودتون برید دنبالش، دیگه رها شد. به هر حال بله والا دیگه مسائل ما ببینید وقتی مطرح میشه اینقدر وارد جزئیات بی ربط میشه که اصل موضوع ممکنه فراموش بشه. به هر حال امیدواریم یه روزی پیگیری بشه. ما چه چیزی نمیدونیم، ما اصلا خودمون نمیدونیم که اسمایی که روی مثلا اصلا ما نمیدونیم ایلامی که اینجا هست 3000 سال قبل از ورود ما بوده. فکر میکنیم اینا، ما اگه بخوایم به اطلاعات خودمون مراجعه کنیم که ما نه خزر هیچی رو آگاهی نداریم. به هر حال
آریایی ها که آمدن در ایران باز یه قوم دیگری بود که الان بحثه که اینا قبل از آریایی ها بودن یا بعد از آریایی. یه قوم دیگری بودن در شمال ایران به نام گیل ها که میگن گیلانی ها دنبال. بعضی ها میگن اینا یه قوم آریایی بودن، بعضی ها میگن نه اینا قبل از آریایی ها بودن. بله. یه قوم دیگری بودن در جنوب ایران، خلیج فارس، در ساحل خلیج فارس تا سیستان و بلوچستان ادامه پیدا میکردن، وصل میشدن به هند و دورتر. سیاه پوست بودن و موهای مجعد داشتن. اینا به نام دراویدی ها بودن. دراویدی ها بسیار قوم پیشرفته بودن و این طایفه بلوچ براهویی دنباله اونا هستن. البته آمیخته شدن با ایرانی ها، ولی خیلی از کلمات دراویدی هم در ایران مونده. هند که کلا دست اینا بود، منتها در جنوب ایران این قسمت بودن. کلمه اسفناج، بادمجان، عرض شود که فلفل، اینا یادگار عرض شود قوم دراویدیه. اگر کتاب تاریخ، یک کتاب است به نام نگاهی به تاریخ جهان، اینو بخونید حتما، برای شما جذابه. یک اولین نخست وزیر هند به نام جواهر لعل نهرو، شخص دانشمندی بود، اینو نوشته. البته جالبه ایشون رو انگلیسی ها انداختن زندان. این معاون گاندی بود که رهبر استقلال هند بود، افتاد زندان. دخترش 13 سالش بود. به قدری دختر باهوشی بود که دائم برای پدرش نامه می‌نوشت زندان، سوالای تاریخی ازش میکرد. این نامه هایی که در جواب دخترش نوشته یک دوره تاریخ جهان رو توضیح داده تا زمانی که خودش بوده. خیلی زیباست. ببینید ما الان دانشگاه هامون علیه مطالعات نیستن. حالا خودمون با اروپایی ها مقایسه نکنیم و حالا با هندی ها که میتونیم مقایسه بکنیم. این دختر 13 ساله بعدن کسی شد، چون میده اونجا فامیلی رو به نام شوهر میذارن. خانم ایندرا گاندی 2 بار صدر اعظم هندوستان شد، مقتدرترین رهبری بوده که تا حالا هندوستان پیدا کرده بود. این ساختن این دختر 13 سالش بوده که پدرش نامه نوشت. در اونجا راجع به تاریخ هند توضیحات میده. یک ستون فولادی پیدا کردن، البته ستون نیست، یه مقداری هم شکل بهش دادن، یعنی ستون در واقع تزیینیه، نه استوانه نیست. فقط این ستون متعلق به 2000 سال قبل، بعضی میگن 1500 سال قبل. و این عجیبه که الان توی میدانی گذاشتن در دهلی، آلیاژش هنوز کشف نکردن چیه، که این ستون فولادی براقه و در این مدت که هندم که میدونی مرطوبه دائما بارون میاد، این نه زنگ زده نه اون براق بودنشو از دست داده. هنوز کشف نکردن که این چه آلیاژی بوده. بله؟ نه آوردن گذاشتنش تو میدون، از زیر خاک پیدا کرده بودن. و این اگر کشف بکنن ما دیگه احتیاج به رنگ زدن و نمیدونم اینا نداریم. و این همه سال این براق مونده و اصلا موندن توش که چی بوده. به هر حال اینم قوم دراویدی بود در جنوب. و اقوام دیگه که حالا نمیخوام وقتتون بگیرم، اورارتوها بودن در بالای ارس، اورارتو، که این اسم کوه آرارات مال اوناست. ربطی به ارمنی ها نداره. ارمنی ها میگن آرارات از اسم ارمنی گرفتن، به ارمنی ربط نداره. بعدها ارمنی ها آمدن. اونا بسیار تمدن پیشرفته بودن. اولین قومی هم که به ایرانی ها تمدن آموختن، یعنی به اجداد ما که آمدن اینا بودن، چون اینا از راه قفقاز اومدن، از این طرف آمدن. مدتی کنار اینا، چون اجداد ما کوچنشین بودن
یعنی کشاورزی نمیکردن، یه ایلاق قشلاق میکردن، یه مدتی کنار اینا بودن، از اینا خیلی چیزا یاد گرفتن. بعد آمدن پایین کنار دریاچه ارومیه مدتی زندگی کردن. یه قوم دیگری این طرف بودن به نام ماناها. مانا این اشیاء فلزی که از اونجا پیدا شده به قدری این اشیاء فلزی دقیق و ظریف است که تا امروز ایرانی‌ها نتونستن نمونه اونو بسازن. این معلوم میشه اونا هزاران سال قبل اینجا ساکن بودن و چقدر پیشرفته ما تا امروز نتونستیم به اون ظرافت بسازیم. البته ما هر چی از ایران پیدا میکنیم میگیم مال اجداد ماست، مال ایرانه، اشکال نداره بگیم. ولی کدوم کسانی که در ایران بودن؟ اونایی که قبل از آریایی‌ها بودن. خب آریایی‌ها که آمدن آیینشون میگن قبل از زردشت مزدا پرستی بوده، بعدن شده زردشتی. ما از ایران باستان متاسفانه به دلیل اینکه ما نسبت به اقوام دیگه خیلی دیرتر وارد شدیم، تقریبا شاید آخرین قومی بودیم که وارد شدیم، آثار کمی داریم و خیلی دیر باسواد شدیم و با فرهنگ شدیم. از اونا یاد گرفتیم. کتیبه داریوش رو داریم، خشایارشا رو داریم و بقیه پادشاهان هخامنشی، چیزهایی هم از اشکانیان مونده و از ساسانیان. ولی کلا طوایف ایرانی که آمدن داخل این سرزمین 3 گروه بودن. یه عده مادها که آمدن در آذربایجان و کردستان ساکن شدن، کردها دنبال اونا هستن. با فاصله طولانی چند قرن پارسا آمدن. پارسا باز از همین راه قفقاز آمدن مدتی در جنوب دریاچه ارومیه بودن، بعد آرام آرام رفتن به پایین و همین منطقه که بهش میگیم فارس. یه گروهی هم داشتیم که سکاها بودن یا سکها. اینا آمدن در سیستان که اصلا اسم سیستان بوده سکستان که که و گ به یه تبدیل میشه. الان لهجه های اگه اینجا کسی داشته باشه مناطق لرستان و نهاوند و بروجرد و اینها میدونم، مثلا اونجا به سگ مثلا میگن سی، که این سکستان سیستان تلفظ شد، بعد سیستان دیگه یواش یواش بود. سکاها قسمت عمدهشون حاضر نشدن، موندن در همون جای اولیه، دائما هم حمله میکردن به ایران و کشورهای دیگه. دریای خزر هم دور زدن آمدن. میگویند که این خزرها یک طایفه از سکاها بودن که یهودی شدن. نه آخر زمان قدیم یهودی ها تبلیغ هم میکردن، بعدها شد دین نژادی. الان در اسرائیل یکی از دعواهایی که وجود داره اینه که یهودی کسیه که پدرش یهودیه یا مادرش، چون اصلا مسئله مثلا نژادیه، مسئله اعتقادی نیست. میگن پدرش یهودی یا مادرش. یه عده میگن نه از راه شیر منتقل میشه، میگن نه پدر باید یهودی باشه. یه بحث بی‌معنی و چیز هست راجع به مسائل دین تبدیل شده به چیز نژادی. و زردشت هم در این اواخر ساسانیان اینا عملا شده دین نژادی. یعنی مثلا ایرانی‌ها هیچ وقت تبلیغ نمی‌کردن مثلا یه عرب یا زردشتی بشه یا یه آفریقایی زردشتی بشه. این دین ایرانی یعنی زردشتی. یهودی‌ها منطقه خب هیچ دینی اینجوری نیست دیگه، دین‌ها تبلیغ می‌کردن قدیم. اون موقعی که تبلیغ می‌کردن یک طایفه از سکاهایی که مهاجم و
عرض شود که بیابانگرد بودن یهودی شدن که به نام همون خزرها بودن. چرا؟ ایرانی هستند، نه تنها آریایی هستند، یکی از اقوام ایرانی سکا هستند. از کجا میدونن؟ کلماتشون همون کلمات ریشه کلمات باهاست. به هر حال یه دسته سکا همین پشتون ها هستند که در افغانستان هستند و پاکستان و این خشونتی هم که دارن و چیزی که هست و اینها، طالبان و اینا از اینا هستن. اینا پشتونن و زمان قدیم به اینا گفتن توران و ایران که جمع می شده اینا بودن. وقت اینا یه مقدار شام رفته بودن، یعنی تو کوههای افغانستان بودن تا رو به شمال، از بالا گاهی اوقات حمله می‌کردن، از این طرف که می‌خواستن حمله کنن سیستانی‌ها جلوشون رو می‌گرفتن. میدونی که سیستانی که امروز ما داریم این 1/3 سیستانه، بعضی میگن 1/4 سیستانه. 3/4 رو انگلستان با خیانتی که به ایران کرد بخشید به افغانستانی که تحت الحمایه خودش بود. رود هیرمند رو که اصلا یک رودخانه داخل ایران بود، زمان قاجار اومدن گفتن این میشه مرز ایران و افغانستان، گفتن این رود هیرمند قدیم که اصلا اون طرف بود، گفتن نه مرز اینه، عملا 3/4 سیستان رو بخشیدن به افغانستان. حالا این سیستانیا اونجا جلوی اینا رو میگرفتن. رستم یک پهلوان سیستانی بود که میگه رستم جلو توران رو میگرفت، یکیش این قسمت بوده. به هر حال یک عده دیگرشون هم اومدن در خراسان ساکن شدن که بهشون میگن پارت ها هم از سکاها بودن. خب قدیمی ترین اثری که ما داریم از ایران اوستا هست، کتاب اوستا که خب کتاب دینی هست، خیلی مطالبش نزدیک به قرآنه. اوستا ما 2 تا داریم. خب این چون راجع مملکت خودمونه لازمه که اطلاعات رو دقیق بدونید، چون خیلی های ایران میکنن چیزی هم راجع به ایران نمیدونن و عرض شود که خب من میتونی چیزی تو هوا میگم. اوستا دو قسمته، یکی بهش میگن اوستای قدیم، یکی میگن اوستای جدید. اوستای قدیم میگن اوستایی بوده که خود زردشت آورده. اوستای جدید میگن حداقل 600 سال فاصله داره با اون اوستا. این هم باز اروپایی ها کشف کردن، یعنی خود زردشتی ها نمیدونستن، یک کتاب رو به نام اوستا میخوندن و معنیش هم نمیدونستن، چون مثل این ماها که عواممون و اینا اکثرا قرآن میخونن، قشنگ هم میخونن دقیق، ولی میگیم معنیش چیه؟ من عربی بلد نیستم. اینا میخوندن به عنوان ثواب، میگفتن ما معنیش چیه؟ ما نمیدونیم دیگه، اینا همش اصلا کتاب آسمانی میخونیم. این اوستای قدیم رو از کجا فهمیدن؟ چون صرف و نحوش اصلا یه چیز دیگه است. بس که خوابشون میاد برن بیرون بخوابن، اون رفیق برید بخوابید. به هر حال من براتون غیبت نمیذارم، برید اگه سردردی دارید مشکلی دارید و اینا برید بخوابید، یا حداقل وسطش برید آبی به صورتتون بزنید که در کلاس که جای خواب نیست که دیگه. حالا اگه ناراحتی از سرگیجه چیزی خب برید دیگه، اون که عضوتون موجهه. به هر حال اینو برای همیشه گفتم، نه برای این جلسه. هر کسی بود من سری بغل دستیش بلندش کنه، یا بره صورتشو بشوره برگرده، یا بره بخوابه. به هر حال عرض شود که در اوستای قدیم گرامر یه چیز دیگه ای بوده. 600 سال مثلا مثل اینه که یک کسی ورداره یک نثر امروزی رو بذاره کنار کلیله و دمنه، اونجا میگه زدندی گفتندی رفتندی، یه دفعه یه متن امروزی کنارش بیخو، هر کی ببینه میدونه که مال دوره بعده، مال این دوره نیست. این اسمشو گذاشتن زبان اوستایی.
یعنی ایرانی باستان بوده که اسمش گذاشتن زبان اوستایی. یعنی نه، این تا مدت‌ها از حفظ میگفتن، یعنی سینه به سینه منتقل میشد. زمان ساسانیان اومدن یه الفبا براش اختراع کردن که بنویسن و این پیشرفته ترین الفبای جهان هست، الفبای اوستا. این اوستا مگه خود زرتشت زمان ورود زمان هخامنشی؟ نه خیر، نه، زرتشت قبل از هخامنشیان. یک ایرانیان شرقی طایفه، یک سلسله بود به نام کیانیان، زمان کیانیان بود. خب عرض شود که در اوستای قدیم خدای واحد مطرح شده، اهورامزدا. در اوستای جدید اهریمن که نقش تمام تلفظها رو و تمام اصوات رو، مثلا آ، او، مثلا او، مثلا این تلفظ میشه ای، مثلا اینا همه رو برایش علامت گذاشته. الان ما میگیم مثلا فرض کنید که مثلا می‌نویسیم مثلا او بنویسیم، یه پیش میذاریم روش، درسته؟ اما او بخوایم بنویسیم واو بنویسیم، در حالی که اینا اگه کسی بینه او هم میتونه بخونه. اینا برای اون باز یه علامت دیگه داشتن. تمام ریزه‌کاری چون میخواستن با تجوید کامل بخونن، برای هر چیزی یه علامت گذاشتن و بسیار خط پیشرفته و پیشرفته ترین خط جهان خط اوستا. یعنی هیچ قشنگ میشه از رو خط خوندش، تلفظش کرد. بله؟ نه عربی کجا اینجوریه؟ نه دیگه، شما مثلا میگید که ببینید در خود عربی مثلا یه جا میگن که این رو با علامت میکشن، علائم جزو حروف نیست. مد، نمیدونم فرض فرمایید که همزه، او، او، اینا که جزو حروف نیست، اینا حرکات میزنن. اونا مثل لاتین دیگه، اینا اومده بودن حروف رو هم یعنی صداها رو هم تبدیل به چی کرده بودن؟ حرف کرده بودن، نوشته بودن. بله، اینا وقتی خطشون رو لاتین کردن آمدن به سبک اروپایی ها که او او ای اینا همه علامت داره، اونا به صورت حروف در بردن. بله، خب اینا چیز جدیده، ترکی نیست، یعنی در واقع خط لاتینه. بعد از شود خدمتتون که در اوستا، اون اوستای قدیم توحید هست، یعنی خدای واحده. اهریمن شیطانه. در اوستای جدید آمدن مقام شیطان آوردن بالا، شده رقیب خدا. در اوستا، در تورات، در انجیل، در همه کتاب‌های آسمانی که ذکر شیطان رفته، شیطان رقیب انسانه، نه رقیب خدا. شیطان که حریف با خدا که چیزی، با انسان درگیره. در اوستای جدید شیطان شده رقیب اهورامزدا. میگن 2 تا خدا داریم، یه خدا اهورامزدا که خدای خوبیه، یه خدا اهریمن که خدای بدیه. شب، زمستان، حشرات، درندگان، خار، هرچی برای بشر مضر، سم، نمیدونم اینا آفریده اهریمنه. بهار، پاییز هم آفریده اهریمنه. بهار و تابستان و نمیدونم گوسفند و گاو و چیزایی که ما داریم ازش استفاده، گل و اینا آفریده اهورامزداست. عجیبه که کلمات فارسی هم، یعنی کلمات هم 2 قسمته، کلمات اهورایی و کلمات اهریمنی. به این عضوی که مغز درش قرار داره، اگر
فرد خوبی باشه یا موجود خوبی باشه میگن سر. اگر موجود بدی باشه میگن چی؟ احسن. کی بود گفت؟ آفرین. تو خواب چیز بهتر متوجه میشه. بله. بعد میگن کله. لذا این مونده. الان ما کسی میگه آقا سرتون درد میکنه، میگه نه متشکرم مثلا قرص، اما کلتون درد میکنه بهش بر میخوره دیگه. یعنی هنوز اون بار منفی توش مونده. به عضوی که سخن میگه یا غذا میخوره، به اگر موجود خوبی باشه میگن دهان، اگر بد باشه میگن چی؟ فک؟ پوز میگن. اگر که تو همه چیزها در راه رفتن، اگر کسی در مسیر درست بره و انسان خوبی باشه میگن رفتن یا روش که رفتنه. اگر که بد باشه میگن پویش. لذا پویندگان تو لغت نگاه کنید، فرهنگایی که دارید عمید و اینا، پویندگان یعنی چارپایان. منتها این روزنامه نویسای ما نمیدونم چطور معنا رو اینقدر بی سوادن، بعد میگن پویندگی و اینا رو چیز خوب میدونن. یه مجله چاپ شده بود، دانشجویی بود، خیلی سال اوایل انقلاب آوردن پیش من، گفتن اسمشو گذاشتیم پویندگان. به شوخی گفتم مگه شما دانشجوی دامپزشکی هستید؟ گفتن نه خیر. اونم کجا؟ گفتن چطور به دامپزشکی چرا؟ گفتن پویندگان چارپایان. گفت کی میگه؟ گفتم برید هر لغتنامه‌ای رو میخواید باز کنید. پویش. بعد گرگ پویی داشتن، سگ پویی داشتن. اینه که گفتن کلمه ببینید اگر سخن خوبی گفته میشد که الهی بود میگفتن سرایش. اگر سخن اهریمنی بود میگفتن درایش. لذا الان ما میگیم غزل سرایی، از اون هم میگیم هرزه درایی. اینا دیگه باقی مونده شه. سابقا همه اینا واژه داشت. ببینید حتی زبانی شده بود که بین خدا و شیطان فاصله میذاشت. این فرهنگ ما ایرانی ها بود. بله پویا، بله پویا دیگه از این رو باید برم به هر حال یه فکر براش بکنم. بله. و البته بعدها دیگه بعضی از اینا مثلا چیز شد، چون اون تقسیمات از بین رفت، خیلی روش چیز نیست. حالا کسی گفت پویا مثلا بریم بگیم آقا تو، ولی خب اگه میخوایم دقیق فکر بکنیم خب عرض شود که اینو من میگم و میذارم برای جلسه آینده. کتیبه داریوش خشایارشا با این جمله شروع میشه. من این حالا همه جا این جمله‌ش هم تکرار میکنم. ببینید این زبان اوستایی نمیشه، میگن زبان فارسی باستان شبیه اوستایی با یه تغییراتی. میگه بگوزر که اهورامزدا. بگوزر که بگه از بگ میاد، بگ یعنی خدا بزرگ، که بعدها رفته ترکی شده بیگ یا بگ، که وقت ترکی به مردایی که خیلی بالا باشن یا حتی به سیدها میگن بیگ، مثلا ابراهیم بیگ یعنی سید ابراهیم. اگر زن باشه پسوند داره، بگم. مثلا فرض کنید که فاطمه بگم یعنی سید فاطمه. بعضیا به چیز در چینی یعنی زبانهای نزدیک به چین رفته شده فقفور که ایرانی‌ها به پادشاه چین میگفتن یعنی خدایگان به فارسی. در خود ایران غربی تلفظ میشده بگ، گش و ق میگفتن، نه بق. بغداد یعنی خداداد، یعنی عطیه الهی که ایران بوده. بگه پس یعنی خدا. وزرگ یعنی بزرگ، این و تبدیل به ب میشه.
وزرک بگه وزرک یعنی خدای بزرگ است اهورامزدا. یعنی کتیبه با اصطلاح اسلامی با چی شروع شده؟ بگه خدای بزرگ است اهورامزدا. بسم الله؟ نه. بله؟ الله اکبر یعنی با تکبیر شروع شده. فهمیدید؟ هر کتیبه ای رو نوشتن با این شروع شده. این فرهنگ ایران باستانه. حالا کسانی که دقت بفرمایید، کسانی که دین ندارن و مثلا میخوان جلو ایران جلو اسلام بیستن، میگن ما بر میگردیم به ایران باستان. ایران باستان که خیلی غلیظ‌تر از ما بودن. هر کلمه‌ای، اسم، صفت، فعل، قید یا الهی بود یا شیطانی بود. اون که خیلی غلیظ‌تر بود. ما الان میگیم مثلا فرض کنید که فلانی گفت، اون یکی هم گفت، از معلوم نمیشه هم آدم خوبه میگیم گفت، شمرین رو گفت، امام حسین اون رو گفت. گاهی اوقات برای اینکه مشخص کنیم میگه فرمود، ولی فرمودن اصلش یعنی فرمان دادن، به معنی گفتن نیست. ما اصطلاح کردیم ولی خود کلمه مشترک شد. بنابراین انشالله جلسه آینده که اومدم راجع به فرهنگ و تمدن ایران باستان صحبت میکنم تا ظهور اسلام. انشالله موفق باشید.